برای آموزش این قطعه ما به دو مینور نیاز داریم. دو مینور از فرت سوم سیم 5 گرفته میشه لا سی دو. باره رو فرت سوم میگیریم، سیم 1 و 5 همزمان به صدا در میگیریم. سیم 3 سیم 2 4 4 8 6 4 دو مینور 3 2 4 4 8 6 4. بالا رو فرت 8 میگیریم، 1 و 6 همزمان 3 2 4 4 4 نداریم دیگه. میایم جلو رو فرت 4 دوباره باره میگیریم، فرت 4 1 و 6 همزمان سیم سوم. میایم رو فرت 1 دوباره سیم سوم، برمیگردیم رو دو مینور. فرت 4 1 و 6 بعد 3، فرت 1 و 6 بعد 3، برمیگردیم رو دو مینور. و در آخر باید سول مینور رو بگیریم که استایل سی مینور رو انتقال میدیم به یه سیم بالاتر. سیم 6 و 2 رو همزمان میکشیم 4 3 و در آخر هم باید دو ماژور سردسته رو بگیریم. 2 سیم 2 با 2 سیم 5، یعنی نوت 2 سیم 2 میشه که فرت 1 سیم 2 و فرت 3 سیم 5 همزمان به صدا در میان. بعد با انگشت کوچیک فرت 3 سیم 4 رو میگیریم، ببخشید موفق باشید.